البته اگه بتونی یه جایی فضای خوبی داخل یه مزرعه کشاورزی داشته باشین، خیلی از هزینه‌هاتون کاسته میشه، مثل خرید دان نصف میشه تقریبا. این جوجه ها باید خودشون، مثلا من کاری باشون نداشتم، خودشون در اومدن دارن برای خودشون گیاه میخورن و لذت میبرن. ببین حدود 10-20 تا دیگه هم دارم تو تخمن که تازه دارن از تخم بیرون میان. نیازی به اصلا کلا هزینه‌های آنچنانی ندارین. اگه علاقه دارین من کلیپ های بعدی آموزش رایگان رو در اختیارتون میذارم. با تشکر.